هم برادرایی که کدام نو یک چند روز مثال میشناسن به همین راه هستن میخواهند که خون درجو شدگی هم میخواهند یک کاری کنن هم برادرای کدام در داخل مثال وطن هستن واقعا اگر در همین راه خدمت کردنی بشن حداقل هر یک 4-5 برنامه همه حمید به معنی تر میتونه که شما دیست بکنه اکی پیشنهاد معرفی کنه اگر امکانیت باشه دیست بکنه هیچ نه همین شبانه در قشلاقا پشت در مسجد در پشت در مکتب در نمیدونم پشت در خانه همسایه در تقسیم کنه همه همسایه آگاه شد همه قشلاق آگاه شد یک فایده میرسه به فکر من بهترین انشالله. بله برادرایی که این مسئله دیست که میگن اگر بتونه این کار انجام داده تو پر پرتوی انشالله تو اینکه مردم ببینن بفهمن تماشا کنن و بسیار چیزا را آگاه شوند. من نو از شهر روسیه آمدم. در شهر روسیه قریب 99 اگر 100% نیز بگویم خطا نمیکنیم 99% ملت یعنی که 99% تاجیکان با تمام مخالفان و سخنانشان گوش میکند از همه وضعیتی که آنها میگویند یعنی شما میگویید و دیگر مبارزان آگاه هستند. برادر عزیز متاسفانه در تاجیکستان من یک ماه زیادتر می شود در تاجیکستان سفر کردم از روسیه آمدم. متاسفانه برادر عزیز از سستی سیوی از اینترنت پستی شبکه های اینترنتی مردم عادی یعنی که تمام ملت اگر 80% گویم خطا نمیکنیم با این سخنان درست شما میگوید آگاه نیستند. این یک ضعیفی ما تاجیکان است. من از شما از ملت یک خواهش میکنم که برادران کسانی که شما در شهرهای روسیه هستید از شما خواهش میکنم این پیشنهاد مرا درست قبول بفرمایید و کنید اجرا کنید. انشاءالله این برای ملت تاجیک یک آزادی میشود. برادران عزیز شما هر یک تا شما میتوانید در 5000 روبل روسی یا اینکه 10,000 خودتون کدام تلفن موبیلی را انتخاب بکنید بخرید و به مادر دادران فرزندان خود بر نزدیکان خود بفرستید. از روسیه هر یک جوان امروز کار کرده میتواند که 1000 روبل یا اینکه 500 روبل را در شات اینترنتی همین تلفنی که به تاجیکستان فرستاده است و عائله خود بگذراند. به خاطر یعنی که تاجیکان همین پدر و مادر و خویش تبار همین مهاجران از همین شبکه‌های مبارزان بشنوند. همین ظلم هایی که در این شبکه ها درج میگردد در تلویزیون ما اینها گفته نمیشود. متاسفانه برای همین برادران عزیز من از شما احترام خواهش میکنم با پولی که کار میکنید نجات ملت را فراموش نکنید. یعنی با 5000 پتن میدهید هر ماه راه پولی میدهید میخورید وای میکنید رسخاتای بنیاد زیاد دارید اما برای نجات خود و نجات از این غلامی ملت از این قتل و کشتار و ظلم زیاد برادران عزیز برای مادران و پدران و زندگی خود تکرار شود. اکی محمد اقبال بخشش. خب برادران گرامی و بیننده و تمام ملت تاجیک راست میگه همونایی که مهاجر هسته یعنی که به همون تاجیکستان 5000 6000 هم تلفنایی که اینترنت میتونن تماشا کرده یا تلفن کم ترک سوسترک باشه با خوب ترک برای که یعنی که دور ترک میبره خلاص همون یک سیم کارتش میگیره خلاص میگه سیلکه را در واتساپ وقت قطعش گپ میزنی سیلکه را با اوچا ترای میکنی یا با اوتا ترای میکنی همون تماشاش میکنه اویلا در خونه باشه قطعی پدرت خلاص طول میکنه برام بیتیش میگه میره تماشا کن میگیرم 10-12 بار تماشا کرد 12 برنامه را خودش روزه دیگه اون میکوه میفهمه که کی برنامه سر میشوه کی باید تماشا کنه. تا اگر همینطوری به همین شکل خطی اگر ما ان شاء الله انجام بدیم خیلی پدران و مادران و آگاهن و نیاز به آگاه کردن ما ندارن. اونا از پیش همه اوشون میدونن که رحمانوف کی است اما با یک روحیه به اونها ان شاء الله که بخشیده میشه.